آجا بلوتوث هست میشه آهنگ بذاری؟ آره یه موزیک الان بذار پیدا کنم. اوه اوه آجی عجب چیزی پیدا کرد. ببین خیلی یارو قویه. فقط گوش کن. صداشم زیاد کن. گوش کن زیادتر کن. 8 میزونه ببین. اصلا یو آسمون ما نمیاد پر پرواز، آسمون ما نمیاد سر ابرا، آسمونم بعد دیگه بعد ابراش رد و برق زد و درد داشت انقدر نمیاد ما گذاشتم خونمونو دراش لکه این جونور پراش جرسمه خونه منو نخواست تو رو نداشت. خیلی قویه و این بهترین رپر الان. من آهنگ بذارم ببین هیچ آهنگ یعنی چی. یاد داشت تو هم آهنگ بذاری چی میذاری تو؟ آهنگی که تو میذاری اونو گوش بده. آهنگ تو هم لذت گوش ببر بده. حداقل. این لذت بردنیه. آدم بکنیش. قبول نکردم هرچی به من گفتی قبول ندارم این همه دلاری همچین گفتی آهنگ من خیلی بهتر بود از بابا. خداست بابا چی میگی بابا؟ ببین من و تو با هم دیگه به توافق نمیرسیم. زنگ بزنم به عرفان اصلا. آره من به عرفان زنگ بزنم. اون موزیکای خوبی گوش میده. ببین یه دونه تلگرام بفرسته. عرفان انصافا سلیقش بهتری. الو. الو چطوری عرفان خوبی؟ قربونت فدای تو. فدای تو چاکرم. چه خبر کجایی؟ سر کاری ها؟ ببین من و موسی تو ماشینیم. خب می‌خوایم بریم یه دوری همینطوری بزنیم. بعد موزیکای من و موسی نمیپسنده، موزیکای موسی هم که من نمیپسنده. خب می‌خواستیم یه کاری بکنیم. گفتیم آقا تو چون سلیقت خوبه یه چند تا موزیک خوب بفرستی واسمون، همونا رو پلی کنیم دیگه. آره یه چند تا موزیک خوب بفرست تو تلگرام واسم. آره همین الان بفرست. قربونت برم. فدای تو چاکرم. فعلا خدا. الان عرفان میفرسته دیگه. سب رسید. از پخشش کنیم. آهنگای عرفان باید اون موقع گوش بدیم چون آهنگای آره. اون موقعی می‌کنه بعدم چی شده